سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه. تو این پست قراره به معرفی یکی از ماشین‌های پرچمدار کمپانی تویوتا یعنی تویوتا تاندرا 2022 بپردازیم. با ما همراه باشید. ماشینی که به اون لقب لایف استایل در فضای باز رو نسبت دادن. اگر اهل ماجراجویی یا آفرود در کوه و کمن هستین، شک نکنین که تویوتا تاندرا برای شما یک گزینه خیلی مناسبه. حتی اولین سری از تاندرا که 20 سال پیش تولید شد، مخاطبان و مشتریای خاص خودش رو داشت. بریم برای بررسی این خودرو پیکاپ و ببینیم بعد از 20 سال چه تغییر تحولاتی به همراه داشته. درسته که تاندرا توسط کمپانی ژاپنی تویوتا تولید میشه، اما اصالت کاملا امریکایی داره. چرا؟ چون بیس اولیه طراحی ظاهری و بدنی عضلانی این ماشین تا تولید یه سری از قطعات اون در کالیفرنیا صورت گرفت و حتی تیم توسعه و تحقیق این ماشین در مراکز فنی تویوتای آریزونا شکل گرفت. مایک سوئرز، معاون ارشد دفتر توسعه محصول و مهندس ارشد پلتفرم F1 در مصاحبه‌ای گفت: نه تنها عملکرد تاندرا جدید را بهبود بخشیدیم، بلکه توانایی اون رو افزایش دادیم. به خاطری که مطمئن بودیم که کیفیت، دوام و قابلیت اطمینان قوی را که تراک‌های قبل تویوتا به اون میشناختن رو بتونیم حفظ کنیم. تویوتا تاندرا 2022 از موتور V6 به حجم 3.5 لیتری تشکیل شده که توان خروجی 389 اسب بخار و 650 نیوتن متر گشت‌آورد رو به همراه داره. تاندرا 2022 ویژگی‌های خیلی زیاد و خاصی داره. به عنوان مثال، مانیتور 14 اینچی که میشه باهاش نمای 360 درجه اطراف ماشین رو باهاش مشاهده کرد. تحمل بار به ظرفیت 1 تن. آینه‌های بغل خاص با چراغ‌های تریلر LED که در شرایط کم نور به راننده کمک میکنه دید بهتری داشته باشه. مجهز به سیستم کرال کنترل که بخوایم ساده براتون این سیستم رو توضیح بدیم، همون قابلیت کروز کنترل، اما با این تفاوت که از اون میشه در شرایط خاص و جاده‌های سنگلاخ و هموار و حتی سراشیب هم استفاده کرد. بعد نیست با رقیبای تاندرا 2022 هم آشنا بشیم. از اصلی ترین رقیب‌های تاندرا میشه به فورد F150 و رام 1500 اشاره کرد که این ماشینا با هم رقابت تنگاتنگی دارن. در پست‌های بعد به جزئیات بیشتری از این ماشین اشاره خواهیم کرد. ممنون از شما.